با مقصد رشد همکاری‌های سودمند سنه 16-17 نوامبر سال 2021 در مهمانخانه شمون ترینینگ در موضوع تاجیکستان و ایالات متحده 30 سالی همکاری‌های سودمند برگزار گردید. موضوع اساسی ترینینگ مذکور بازتاب مناسبت‌های دیپلماتی تاجیکستان و آمریکا است. نازکی‌های ژانر گزارش، طرز آماده‌سازی فیلم حجتی، دورنمای مناسبت بین دولت‌ها از موضوعات دیگری این ترینینگ بودند. ترینران روزنامه‌نگاران معروف کشور ایلهام جمالیان و سهراب زیا تجربه خود را با اشتراکچیان ترینینگ با هم دیدند. در ترینینگ 15 نفر روزنامه‌نگاران از سوخت و باختر، دوشنبه و کلاب اشتراک نمودند. اشتراکچیان به ویژگی‌های فیلمبرداری، انتخاب قهرمان و امثال این موضوعها آشنایی پیدا نمودند. تشبسکار ترینینگ مذکور مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان بوده. این لایحه از جانب سفارت آمریکا در تاجیکستان مبلغ گذاری می‌گردد. در نظر است پس از اتمام ترینینگ برای روزنامه‌نگاران پرس تور تشکیل کرده شود. در دوام این سفرها ژورنالیستان به شهر و نواحی تاجیکستان سفر نموده در آنجا با لایحه و انشاءات‌هایی که از جانب سفارت آمریکا در تاجیکستان مبلغ گذاری شده است شناخته شوند.